روزی روزگاری در کره زمین موجودی ناشناخته به وجود اومد به نام غلامرضا. به راستی که غلامرضا کیست؟ غلامرضا تنها کسی بود که توی فیلم اختصاصی بروسلی رو شکست داد. غلامرضا میتونه دوستای خیالیتو بکشه. غلامرضا قبل پدرش باکرگیشو از دست داد. اگه قیافش شبیه مرغ باشه، بوی مرغ بده و مزه مرغ بده، اما غلامرضا بگه این استیک تاموجریه، پس اون استیک تاموجریه. غلامرضا اشک هر پیازی رو در میاره. اگر دوتا غلامرضا تو دوتا دنیای موازی با هم مبارزه کنند، بازی دوتا برنده داره. اشک غلامرضا همه بیماری‌ها رو درمان میکنه، اما اون هیچ وقت گریه نمیکنه. غلامرضا پلک نمیزنه، دنیا رو روشن خاموش میکنه. غلامرضا شنا نمیره، کره زمین رو هل میده بالا پایین. غلامرضا از تاریکی نمیترسه، تاریکی از غلامرضا میترسه. غلامرضا با یه گنجشک دوتا سنگو میکشه. طبق افسانه ها مرگ یک تجربه نزدیک به غلامرضا داشته. غلامرضا نه اول شخصه نه سوم شخص، اون تو چهارمین شخص به خودش اشاره میکنه. غلامرضا تو 15 دقیقه قله اورست رو فتح کرد. 14 دقیقه‌اش داشت اون پای آدم برفی درست میکرد. غلامرضا میتونه با یه تیکه یخ آتیش روشن کنه. یه بار تانوس بشکن زد و خودش غیب شد، چون غلامرضا از صدای بشکن خوشش نمیاد. غلامرضا ساعت نمیبنده، اون تصمیم میگیری که الان ساعت چنده. غلامرضا به راحتی میتونه گوشه یه اتاق گرد بشینه. نظریه تکاملی وجود نداره. دنیا فقط لیستی از افرادیه که غلامرضا بهشون اجازه زندگی داده. سریع‌ترین راه رسیدن به قلب یک مرد مشت غلامرضاست. و اما غلامرضا کیه؟ غلامرضا کسیه که اگه این ویدیو رو لایک نکنی شب میاد تو خوابت.